و حدیث دیگر در این باره حدیث ابو هریره رضی الله عنه هست که گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که من اتی حائضا او امرأة فی دبرها فقد کفر. کدام انسانی که شخصی حائضه را به نزدش آید، یعنی اتا آید ترجمه لغویش، لیکن مراد چه است؟ جماع هست، یعنی زنی که حیض دارد به نزدش آید به معنای علاقه کند، یا اینکه زنی را از دبرش یعنی قفایش در حقیقت کافر شده است گفتند. و حالان که این گناه ها گناه های کبیره هست، گناهی نیست که از ملت انسان را بیرون برآورد. و بعضی ها در تعلیقش گفتند که یعنی چه خیلی که گفتیم اگر حلال شمارد کافر می شود گفتند. این سخن ها را یعنی تغلیظاً، یعنی همچون زجر، همچون ملامت سختتر و پرتأثیرتر کرده گفتند که فقط کفر، در حقیقت کافر می شود.